در بین شاگردان بحث و مناظره به میان آمد که کدام از آنها بزرگتر است. عیسی می دانست که آنها در دل خود چی فکر دارند. بنابراین یک کودک را گرفته به پهلوی خود گذاشت و به آنها گفت: کسی که این کودک را به خاطر نام من قبول می کند در اصل مرا قبول می کند و کسی که مرا قبول می کند فرستنده مرا نیز قبول می کند. زیرا آن کسی که در بین شما از همه خردترین است بزرگترین می باشد. آن وقت یوحنا گفت: استاد، مردی را دیدیم که به نام تو جنها را بیرون می کرد، اما چون او با ما نبود کوشش کردیم که او را از این کار باز داریم. عیسی به او گفت: او را از این کار باز ندارید، زیرا کسی که بر ضد شما نیست طرفدار شماست. چون وقتی به آسمان برده شدن عیسی نزدیک آمد، او قرار داد که به اورشلیم رود. عیسی آدمانش را پیشا پیش خود فرستاد و آنها به دهه سامریان در آمده برای آمدن او همه چیز را تیار نمودند. اما سامریان عیسی را قبول نکردند، زیرا او به اورشلیم روانه بود. شاگردانش یعقوب و یوحنا این را دیده گفتند: خواجه، بیایید میگوییم که از آسمان آتش باریده آنها را سوزاند. ولی عیسی به یعقوب و یوحنا رو آورده آنها را سرزنش کرد. پس عیسی همراه شاگردانش به دهه دیگری روانه شدند. آنها سفرشان را دوام می‌دادند و در راه مرد به عیسی گفت: من در همه جا تو را پیروی میکنم. عیسی به او جواب داد: روباهان خانه به پرندگان هوا لانه دارند، اما من پسر آدمی زاد جای ندارم که سرم را مانم. و به دیگری گفت: از پس من بیا. اما او جواب داد: خواجه‌ام، اجازت ده اول رفته پدرم را به خاک سپارم. لیکن عیسی به وی گفت: بگذار که مردگان خود را به خاک سپارند، ولی تو رفته درباره پادشاهی خدا نقل بکن. شخص دیگری به عیسی گفت: خواجه‌ام، من از پست می روم، ولی اجازت ده که اول با اهل خانواده هم خیر و خوش کنم. عیسی به وی گفت: کسی که به شدگار سر می کند و بعد به عقب نگاه می کند لایق نیست که در پادشاهی خدا باشد.